به. سلام. باید به فنلاندی سلام کنم. مایکا ایرالی نایست. جواب بدین مایکا. بلندتر. عالی. میتاکولو. جواب بدین هووا. حالا میگم چی گفتم. سلام کردم به فنلاندی. حالتون رو پرسیدم به فنلاندی. شما هم گفتین عالی. خیلی خوش اومدین. خیلی محبت کردین تو روز تعطیل. با ما افتخار دادین. ببخشید که من یه کمی امروز شبیه پیرمردا شدم. مجبورم با عصا راه برم. ما امروز برای دومین بار کنار دوستایی هستیم که علاقه دارن به کشف یک آینده بهتر و این وجه مشترک همه ماست اینجا. خب تو این 160 نفر هر کی که تا حالا حداقل یک بار به این فکر کرده که یه زندگی متفاوتی برای خودش رقم بزنه دستش بیاره بالا. خیلی کم بود. پس بقیه فکر نکردین که الان اینجایین؟ خب این یه سوال اول. از این نفراتی که فکر کردن یا حتی اونایی که فکر نکردن یا فکر کردن دستشون رو بالا نبردن، کدومتون تا حالا یه بار یه جایی سرچ کردین، رفتین شروع کردین، مسیرش رو طی کردین، حالا نتیجه گرفتین یا اون چیزی که می‌خواستین نشده، به هر دلیلی اتفاق نیفتاد ولی این مسیر رو رفتین یه بار؟ سوال این بود که این مسیر رو شروع کردین، یه جا سرچ کردین، شروع کردین مذاکره کردن، به نتیجه‌ای برسین ولی در نهایت به نتیجه نرسیدید دیگه. اگه رسیدی بود که اینجا نبودین. چند نفر بودن؟ خب تجربتون چی بوده؟ مثبت یا منفی؟ منفی بوده. مثبت بوده؟ کی بود مثبت بود؟ شما مثبت بودین. شما که خب دیگه الان اینو به این علت پرسیدم که ما به خاطر شرایطمون تو ایران متاسفانه مجبوریم به این گزینه فکر بکنیم. شاید هم حتی اگر شرایط خوب بود باز هم فکر میکردیم، چون که تجربه جدید و تجربه متفاوت زندگی در یک شهر و یک دیار دیگه خیلی تجربه جالبیه و من خودم از خیلی سن کوچیک دوست داشتم اینو تجربه کنم و انجامش هم دادم. ولی بعضی وقتا اون جبر اجباری، یعنی اون اجباری که به وجود میاد به خاطر شرایط، مجبورمون میکنه این کار رو پیش ببریم و الان تو اون شرایط هستیم. ما الان اینجا نیستیم که راجع به این که مثلا میخوایم مهاجرت بکنیم، چجوری مهاجرت بکنیم، شرایط مهاجرت چیه، محصول مهاجرتی چیه، نمیدونم، از این چیزا نمیخوایم حرف بزنیم، چون این چیزها رو در واقع خیلی دارن راجبش صحبت میکنن و فکر میکنم که گوشمون از این چیزا زیاد پره و این مسیریه که ما باید یه کمی بهش فکر بکنیم که خب چطور اصلا به نتیجه میخواد برسه و دنبال این باشیم که این مسیر رو تضمین بکنیم برای خودمون. تضمین که میگم نه اینکه ما یک ضمانتنامه رو امضا بکنیم بگیم شما این مسیر رو که رفتین خب در نهایت به اون چیزی که میخواین میرسید. نه، منظورم این نیست. منظورم اینه که ما باید با همدیگه به همدیگه کمک بکنیم. اگر تو این مسیر کسی میخواد قدم بذاره با ما و با تیم فنلاندکیو همراه بشه، این تضمین رو از یه طرف ما به شما میدیم و از طرف دیگه شما به ما میدین. چرا که شما قرار نیست که یک در واقع هزینه‌ای بکنید، یه مسیری قدم بذارید و یک مهاجرتی رو برای خودتون بخرید. نه، اصلا مسیر ما این نیستش. مسیر ما یک مسیر دو طرفه است که باید با هم طیش بکنیم که حالا وارد جزئیاتش میشیم. ما تو این مسیر، من ابرا گوهری و برند فنلاندکیو انقدر در واقع ارزش برای خودمون و مخاطبینمون قائلیم که دوست داریم کسایی که برای این مسیر در واقع ارزش قائل میشن به ما بپیوندن. یعنی چی؟ یعنی من کسی رو دارم تو این مجلس که از مشهد اومده، از قم اومده و کسایی که با ما درس خوندن از شهرهای مختلف، از بندرعباس و سقز بگیریم تا قوچان و گرگان و کنبت کاووس با ما اومدن و الان فنلاندن. و برای ما خیلی ارزشمنده که آدم‌ها از همون اول یک اصطلاحاً جداسازی انجام بشه و تو این جداسازی ما بدونیم که اونایی که واقعا برای آینده بهتر فکر میکنن تو این مسیر قرار بگیرن.
قبل از اینکه چیز کنم یه سری توضیحات بدم. اون QR کدایی که روی میزها هست کانداکتور برنامه است که اسکن بکنید میتونید ببینید که ما چه برنامه‌ای رو توی این مسیر 4 ساعته با هم دیگه طی خواهیم کرد. یه سری سورپرایز داریم براتون. بعد اولا که ایونت ما باید یه هفته زودتر برگزار میشد، متاسفانه به خاطر شرایط سلامتی من و هماهنگی‌ها تأخیر افتاد و این هفته این ایونت رو برگزار میکنیم. ایونت شهرستان رو فکر نمی‌کنم بتونم برسم با این مشکلاتی که به وجود اومده و ما همه چی برنامه‌ریزی میکنیم. توی ایران همیشه یکی از همکارام گفت تو ایران هر شکی به یقین نزدیک‌تره و این متاسفانه هست و ما همش اثبات شده. بعد عرض به خدمت شما که QR کدها رو گفتم. ما یه بازی داریم که رو میزا پخش شده، اون یه کارتایی هست، جواب اون سوال رو باید بدید، اسمتون رو بنویسین، برشش بدین، یه ظرفی هستش میندازین تو اون ظرف، آخرش قرعه کشی می‌کنیم، به 3 نفر یه جایزه خیلی نفیس میدیم که تو همین مسیر، یعنی اگر بخواد تو این مسیر بیاد تو اون جایزه رو شاملش میشه. و بعدم که ادامه مسیر. فنلاند کیو یک تیم مولتی نشناله که توی ایران، روسیه، بلاروس، فنلاند و آلمان داره فعالیت میکنه و تیم ما از این کشورها ایرانی و غیر ایرانی دارن کار میکنن و ما مقصد اصلیمون برای کسایی که میخوان یه آینده بهتری رو برای خودشون رقم بزنن فنلاند. ما به هیچ کشور دیگه فکر نمی کنیم و نمیخوایم هم فکر بکنیم. دلیلش هم مشخصه. من خودم که سالها سوئد زندگی کردم، بعد از اون انتخاب کردم که سوئد بر نگردم و فنلاند رو به عنوان مقصد نهاییم انتخاب کردم. زندگیم اونجاه، البته اونجا و ایران، و فنلاند رو به عنوان یک گزینه نهایی انتخاب کردم که چرایی‌هاش رو تو اسلاید بعدی راجبش صحبت می‌کنیم. خیلیاتون هم احتمالاً راجبش میدونین که الان اینجایید. تیم فنلاند کیو از سال 2017 به عنوان اولین شرکت داخل ایران به استارتاپ‌های ایرانی کمک می‌کرد که از طریق استارتاپ ویزا برن فنلاند. استارتاپ‌های واقعی که در واقع می‌خواستن برن توسعه بدن کسب و کارشون رو توی کشور اروپایی، از کشور اروپایی به کل اروپا دسترسی پیدا بکنن و در نهایت هم ما ادامه دادیم تا اینکه یک سری افرادی که به قول معروف اصطلاحاً بگیم سودجو هستن اومدن از این ناآگاهی افراد استفاده کردن، با هزینه‌های هنگفت تیمای سوری استارتاپی رو راهی کردن که ما اصلا گزینه‌مون نبود و اون بازار رو در واقع خالی کردیم از این جهت که این برنده که گفتم برنده مهمه، ما هر کاری نمی‌کنیم. در ادامهش با شریک من که یه آقای فنلاندی احتمالاً خودش رو نشناسید ولی اثرش رو میشناسید، خالق بازی معروف انگری بردز که از سال 2007 و 9 اومد تو بازار و هنوزم که هنوزه جزء پرفروشترین و نرخ سریع رشد بازی‌ها رو تو دنیا داره. و با این دوستمون و همکارای دیگه که توی ویدیو اول دیدینش، ما پروژه فایننس فیوچر رو شروع کردیم و پروژه فایننس فیوچر برای اینه که افراد بتونن با دانش زبان فنلاندی به فنلاند مهاجرت بکنن و از طریق تحصیل خودشون و خانوادهشون رو برای یک آینده بهتر آماده بکنن. کنارش فنلاند کیو کارهای دیگه هم انجام میده، از جمله در واقع پذیرش‌های تحصیلی توی زمینه دانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. باز هم تو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ما یک محصول تضمینی داریم که افراد میتونن صندلیشون رو رزرو بکنن، برخلاف همه شرکتایی که برای مهاجرت تحصیلی مقاطع تکمیلی این کار رو دارن انجام میدن. ما این امکان رو داریم که بحث امروزمون نیست. بحث امروزمون بیشتر روی محصولات فایننس فیوچره، بحث‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و بحث‌های کاریابی که باز هم جزء خدمات فنلاند کیو هست ولی امروز خیلی روش تمرکزی نداریم، چرا که در واقع ما یه مسیر متفاوت‌تری رو می‌خوایم رقم بزنیم. اونی که می‌خواد به انگلیسی تحصیل بکنه مسیرش رو میدونه کجا می‌خواد بره. فنلاند یکی از گزینه‌هاشه. ما فنلاند یکی از گزینه‌ها نیستیم. فنلاند تنها گزینه‌ای و مقصدیه که داریم بهش فکر می‌کنیم. فنلاند کیو تو کل خاورمیانه داره کار می‌کنه. بیشترین تمرکزش روی ایرانه ولی توی کشورهایی مثل عربستان، کشورهای امارات متحده عربی، کشور عربی، عرض به خدمت شما ترکیه، عراق، کشورهای شمال ایران هم حتی ما داریم کار میکنیم، به علاوه پاکستان. دانش آموز هم از اینجا داریم که دانش آموزای غیر ایرانی هستن. در ترکیه دانش آموزای ایرانی زیاد داریم و ترک. برای همین گستردگی کار فنلاند کیو اینجاست. چرا گفتم روی بقیه محصولات تمرکز نمی‌کنیم؟ چون که ما می‌خوایم روی محصولی الان تمرکز بکنیم که شرایط ورود شما رو
یه کمی تسهیل میکنه، ضمانتش بیشتره، با کمک شما این مسیر رو طی میکنیم و میتونیم به نتیجه برسیم. پس فنلاندکیو این تیم این شکلیه که بعضیشون اینجا توی این جریان داریم. حالا چرا فنلاند؟ چند تا گزینه اینجا داریم. شادترین رو بهش اشاره کردین، ولی شادترین منظورش این نیست که نشستیم اونجا دور هم میخندیم دیگه. نه، منظورش این نیست. اون اگه شادترینه که دنبالشیم، اسم واقعی شادترین ماییم. ساعت 10 شب کجایی فلانی، یه بطری میگیریم دستمون با یه سری جوجه و مخلفات میریم اونجا. این میشه شادترین. وقتی میگیم شادی یعنی رفاه اجتماعی. رفاه اجتماعی معنیش چیه؟ یه سری المان داره که این المان ها خیلی مهمن. این المان ها از امنیت کشور که گفتیم، سیستم آموزشی که گفتیم، درمان که گفتیم، امید به زندگی که گفتیم، سخاوتمندی، اصلا یه چیزایی که شاید بهش فکر نمی‌کنیم. مثلا فکر می‌کنیم این چیزا رو. بله فکر می‌کنیم، ولی نمی‌تونیم به دست بیاریم. امید به زندگی حداقل چند ساله تو فنلاند میدونین؟ یعنی من امروز 88 سال. یعنی من 88 سالگی تازه انتظار دارم زندگیم داره تموم میشه. هنوز الان دوستان پیغام میدن 34 سال، میگه از ما که دیگه گذشته دیگه. گفتم بله دیگه گذشته، اگه بخوام همینجوری فکر کنیم گذشته. ولی ما 34 سالگی تازه چقدر میشه؟ یک سوم راهو توی به عنوان فنلاندی رفتیم. امنیت داره، خیالش راحته، میره الان کار میکنه، 2 سال کار میکنه، بعد میگه مرخصی میگیرم، میخوام برم 2 سال برم درس بخونم. میره تا آخر میخواد بره درس بخونه، از روز اول میخواد بره کار بکنه. اینا میشه شادترین کشور دنیا رو رقم میزنه. شادترین یعنی این، یعنی رفاه اجتماعی. این چیزیه که ما دنبالش هستیم و به خاطر همین دوره همینجا جمع شدیم. برابری زن و مرد تو هر چیزی، یعنی تو هر چیز. اصلا جنسیت فقط یکی از برابری است. تو همه چیز برابری، تو حقوق. کلا که یک کمی کشور فمینیستی هست، ولی در کل این برابری داره رعایت میشه. یعنی تو هر چیزی، تو نماینده مجلس، رئیس جمهور، نخست وزیر، آدم عادی، پیر، زن، مرد، جوون، هیچ فرقی نداره. این میشه برابری. تمیزی و پاکیزگی رو امیر محمد بهش اشاره کرد. پایدارترین و تمیزترین هوا و آب رو داره. بهترین در واقع سیستم پایداری رو در شرکت‌ها و صنعتش داره. ایمنی هم که راجبش حرف زدیم. یکی از بچه‌ها سال اول رفته بود یک شنبه بعد از ظهر، یعنی شنبه رسیده بود شهرش، یک شنبه بعد از ظهر رفته بود برم حالا تا مدرسه برم و ببینم چه خبره. ساعت 6 هفته بعد از ظهر رفته بود که دیگه هوام داشت تاریک میشد. بعد از میگه که خب چیز میکنه بره تو جنگل برم. از تو جنگل میره، حالا با یه گوشی که موبایلش خراب، باتریش خرابه، باتریش هم تموم میشه. گوگل جی پی اس زده، وسط را گم شده دیگه. بالاخره دوام داشته تاریک میشده، رفته بغل خیابون، رسیده که چیکار کنم، گم شدم، پر از استرس. و شب اول، یک شنبه شب هم مثل جمعه بعد از ظهرای قدیم تهران. الان دیگه جمعه بعد از ظهر تازه اول شب و هیچ چیزی. آره یک شنبه بعد از ظهر اونجوری میشه دیگه. گم میشه، وای میسه کنار خیابون، هی دست تکون میده، دختر 15 ساله، هیچ کی وای نمیسته دیگه. پدر مادر و همه شاکی، آقا این چه کشوریه، این اصلا هیچ کی دست تکون نداد، هیچ کی اصلا کمک نکرد، فلان نکرد، یه دختر 15 ساله تک و تنها. بعد خب این نگاهی که الان هممون احتمالاً همین نگاه بهش داریم دیگه، ولی یه نگاه دیگه هم داره که اینقدر یه دختر 15 ساله اینقدر امنیت داره که بغل خیابونم که وایسه درخواستم بکنه، کسی به خاطر اینکه تو حریم خصوصی اون وارد نشه و احتمالاً دچار مشکل نشه وارد این موضوع نمیشه. یعنی از این ور بهش نگاه بکنیم، یعنی یک امنیتی که شما خیالت راحت باشه این دختر بچه هیچ اتفاقی براش نیفتاده وقتی گم شده، هیچ کسی هیچ آسیبی بهش حتی فکر نکرده برسونه، ولی شما میگی چرا هیچ کس اینجا کمک نمیکنه؟ اینجا کمک، ما همه کارشناسیم، همه دخالت میکنیم، بلندش کن، علی کن، بذار اونجا فلان، از این حرفا. این داستان میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم. این امنیت واقعا، شما الان بچه‌ها هستن انتقال تجربه میدن تو پنلمون، خیال راحتی یعنی این چیزی که نگرانی و دغدغه همه پدر و مادرای ایرانی و نه تنها ایرانی، از کشورهایی که کلا کالچرشون خیلی به هم نزدیکی وجود داره و این دغدغه رو باید یواش یواش بهش فکر کنیم که خیالمون راحت باشه که این امنیت و این تیب خاطر وجود داره، به اضافه همه خدمات و مسیری که ما طی کردیم. آزادی، شما حق بیان داری، هر چیزی دلت میخواد بگی، هر کاری که دلت میخواد بکنی، به هر کسی هم میخوای گیر بدی،
تلفن زنگ بزنید، حقوق و مالیات هر کسی که دلت میخواد بپرسی که من میخوام با این کار کنم، میخوام جزئیاتشو بدونم. این آزادیه، هر کار دلت میخواد. ولی آزادی قرار نیست که از سیستم سوء استفاده بکنی. به محضی که سوء استفاده بکنی شفافیت میزنه بالا و مجبوری که به عنوان حتی یک نماینده مجلس و وزیر هم استعفا بدی و حتی ممکن از کشور کوچ کنی، چون که دیگه نمیتونی سرت بالا بکنی. آزادی یعنی که نماینده مجلس بعد از نماینده مجلس شدنش و دوران در واقع سیاستش میره برای اینکه کار بکنه، درآمد داشته باشه، میره توی شرکت بازیافت و جمع‌آوری زباله کار میکنه به عنوان یه خانمی که راننده ماشین جمع‌آوری زباله است و میره کارش انجام. اینم آزاده. تحصیلات هم که دیگه گفتن دومین رتبه آموزشی در دنیا رو داره. بیشتر از 12 ساله که آدما دارن سفر میکنن این سیستم رو یاد بگیرن، متوجه بشن که چی به چیه، بیان سیستم رو پیاده سازی میکنن و یک محصولی نیست که مثلا این تحصیلات یه محصول پروداکت نیست برداریم بیاریم بگیم آقا اینو بریم پیادهش بکنیم. اینجا یه سیستمه، یه فراینده، یه چیزیه که شما باید یواش یواش از بچگی باهاش شروع کنی کار آموزش دیدن. مثلا سیستم از وزیر آموزش پرورش وقتش پرسیده بودن که رمز و راز شما چیه که انقدر سیستم آموزشتون موفقه؟ گفته بود یه راز بیشتر نداره، اونم که ما تکلیف نداریم. در نهایت در کل سال 2 ساعت تکلیف داریم. بچه‌ها همه تکالیفشون رو همونجا تو مدرسه و توی زندگی تحصیلیشون انجام میدن. نه اینکه بشینه فرمول بده اینو حل بکن، اونا رو هم انجام میدن، ولی اصل کار اینه که بیاد مثلا میره توی یک کمپ تور آموزشی، میرن تو جنگل، بعد میره 4 تا میگه که خب 4 نفر بشین، هر کدوم برین 5 تا بلوط جمع بکنید، تو این سایز جمع کن، تو اون سایز جمع کن، تو اون یکی اون سایز، بعد بیان جمع بزنید. بعد تو این مسیر آموزش میده که باید چیکار بکنید، کار تیمی انجام بدی، با طبیعت آشنا بشی، ریاضی یاد میگیره، یعنی همه چیز غیر مستقیم انجام میشه. پس این هم شد از سیستم تحصیلی. تا اینجا که سوال داره؟ نداره. بریم بعدی. خب داشتیم راجع به همین سیستم آموزشی صحبت میکردیم. اینجا هستیم که این شرایط رو معرفی بکنیم شما بتونین از این طریق و از این مسیر به همراه در واقع این مزیت استثنایی که میتونین اونجا رایگان این تحصیل رو ادامه بدین و اقامت داشته باشین و با خانواده‌تون زندگی بکنید، از این مسیر و از این تحصیلات به اون هدف برسین و ما بتونیم این رو برای شما هموار بکنیم. چیزی که به نظر من مهاجرت کردن و رفتن به یک کشور جدید، رفتن جز ساده ترین قسمت کاره. احتمالاً نمیدونم این رو میخوام در واقع رأی گیری بکنم. خیلی ها همه اینجوری هن که آقا ما فقط بریم. کیا با این حرف من موافقن که رفتن جز ساده ترین قسمت مهاجرته؟ تقریباً رفتن جز ساده ترین قسمت راه. ولی برعکس اتفاقی که در اینجا افتاده چیه؟ شرکت ها، دوستان، همکاران، رقبا انقدر این رفتن رو سختش کردن و بولدش کردن که سخته که چند 10,000 یورو شما هزینه بابتش باید در واقع پرداخت بکنید که آقا ما فقط بریم، ما رو ببرید. و این اصلا خیلی به نظر من ساده است. شما هر کدومتون هر کدوم الان خواستید به راحتی به سادگی میتونید برید. من اینو همینجا می‌نویسم، امضا میکنم. ولی اینکه چه جوری برین، قراره چیکار بکنین، کجا برین، چه جوری بمونین، این مسیر رو چه جوری در آینده ادامه بدین، این خیلی خیلی مهمتره. و ما تو فنلاندکیو این مسیر رو برای شما هموار کردیم، آماده‌تون میکنیم، آماده سازی‌های لازم رو انجام میدیم، نه تنها برای خود متقاضی بلکه برای اگر متقاضی دبیرستانی برای پدر مادرش. یعنی من اگه دارم با بچه‌ها زندگی میکنم، با پدر مادرشون هم دارم زندگی میکنم. کلاینت‌های ما اگه یه متقاضی هستن ضرب در 3 میکنم، چون یه پدر یه مادرم کنارشون. و این پیچیدگی کاری که ما داریم انجام میدیم. بریم جلو. گفتیم هزینه تحصیل رایگانه. چرا رایگانه؟ چون قراره شما درس فنلاندی، زبان فنلاندی رو اینجا با ما یاد بگیرید و در اونجا از این مزیتی که به رایگان میتونید تحصیل بکنید به فنلاندی استفاده بکنید. خیلی سوال براشون پیش میاد که خب آقا مگه عاشق چشم ابروی مایی که داره به رایگان میگه بیا تحصیل بکن؟ این یک رابطه برده. یعنی چی؟
در فنلاند در قانون مهاجرتیش یک گزینه وجود داره. اگر شما در دبیرستان یا مدارس فنی و حرفه‌ای که بهش میگیم آمیس پذیرش داشته باشین، صلاحیت ارائه درخواست برای اقامت تحصیلی رو داریم که از نوع B هستش. نوع A برای تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشد. خیلی هم تفاوتی با هم واقعیتش نداره. الان میگم تفاوتش چی. شما اگر این پذیرش رو داشته باشین میتوانید برای این اقامت تحصیلی درخواستتون رو ارائه بدین که بر اساس داکیومنت هایی که حالا مدارکی که باید ساپورت بشه شما میتونید به قول معروف اقامتتون رو بگیرید که اونم خیلی چیز پیچیده و بغرنجی نیستش. حالا چرا ما داریم مثلا میگیم دانش آموزای بین‌المللی پاشن میان فنلاندی بخونن برن اونجا تحصیل بکنن، ادامه تحصیل بدن، اقامت بگیرن، بعدش برن برای آینده کاریشون و موندن و بقیه مسیر. فنلاند یک کشور چند میلیون نفریه. خانم جاله گفتم 5400 خورده‌اش هم داره. 5500 خورده‌ای. البته این تو چیز که چک می‌کنی مثلا یه روزای منفی میشه متاسفانه. از این 5.5 میلیون نفر 2.8 نیروی کاره. از این 2.8 بالای 30% رو به بازنشستگی، یعنی بالای 67 سال دارش میشه. من پرستار دیدم توی بیمارستان که مثلا صحبت کردیم و سوال تو دخترم برده بودیم، گفتیم چند سالته؟ گفت من 4 سال دیگه بازنشست میشم. یعنی 63 سالش بود ولی مثلا بهش نمیخوره 63 ساله. گفت من 40 سال پرستارم. و این افراد زیادن دارن رو به بازنشستگی ان، دارن بین 3 تا 5 سال آینده تقریبا همه این پوزیشن‌های شغلی داره خالی میشه. این برای بزرگسالا و شغلای تخصصی. برای دبیرستان‌ها از پارسال ورودی سال اول دبیرستان‌ها به زیر 90,000 تا دانش آموز داره میرسه. یعنی که توی 380 تا دبیرستان دولتی که در فنلاند وجود داره جمع بزنی 90,000 تا دانش آموز سال اول دارن وارد میشن. و توی این شهرها یعنی چی؟ اگر دانش آموز نباشه چه اتفاقی میفته؟ بودجه‌ای که شهرداری میده به مدرسه دیگه نمیشه. بعد تازه این بودجه اینجوری نیست که اول بیاد بگه خب اینقدر تو تارگت کردی بیا این بودجه. تا سپتامبر اگر اون صندلی پر شد بودجه تزریق میشه، تا اونور اگر تا ژانویه پر شد بودجه تزریق میشه. نشه اون صندلی بودجه نداره، یعنی مدرسه ورودی نداره، یعنی شغل اون معلم در خطره. فقط سال دوم و سومش تموم بشه دیگه کسی نمیاد اینجا. بعد از تو این مسیری که آموزش میبینیم میرسیم به کجا؟ به رسیدن به سطح زبان مورد نظر. سطح زبان مورد نظر برای گرفتن پذیرش از این مراکز تحصیلی چیه؟ نوع B11، سطح B11. برای رسیدن به این سطح بچه‌ای رو داشتیم که 6 ماه رسیدن، بچه‌ای رو داشتیم که 8 ماه رسیدن، کمتر. نه 8 ماه شما اونجا بودید. 6 ماه رسیدن به یکیشون رو گرفتن. هر چی سن پایین‌تر باشه احتمالاً راحت‌تره، ولی سن بالاتر هم اصلا هیچ محدودیتی نداره. چیزی که وجود داره در فنلاند هیچ چیزی محدود نیست. فنلاند کشوریه که به شما کمک میکنه که آن خودی که میخوای باشی، هر کسی که میخوای باشی. من دوستی دارم ایتالیایی با 2 تا فوق دکترا توی فنلاند داره، توی دانشگاه کار میکنه. جمله‌ش اینه، میگه که فنلاند به من کمک کرد که رویاهامو به واقعیت نزدیک کنم و برسونم. این جاییه که فنلاند ازش داریم حرف میزنیم. بعد از گرفتن اون سطح مورد نظر شما برای دبیرستان‌ها و آمیزها درخواست میدین، مصاحبه میشین، پذیرش میگیرین و در اون مدرسه ثبت نام میکنین. یعنی نامه پذیرشتون میگه. اون نامه پذیرش اصل مدرکیه که شما برای گرفتن اقامت تحصیلیتون نیاز دارید، که میشه درخواست ویزا و گرفتن اقامتتون و بعدم فنلاند. حالا وقتی میگیم دانش آموزا که تکلیفشون مشخصه، خود متقاضی میشه دانش آموز. وقتی میگیم بزرگسالا که حالا جلوتر بهش میپردازیم، این بزرگسال همراهش هم با خودش میره، یعنی خانواده‌اش درجه 1 همسر و فرزندان زیر 18 سال، هر چند تا که هستن مهم نیست. بعدش هم که دیگه در مدرسه‌تون شما دبیرستان و مرکز فنی حرفه‌ای آمیس میرین، درستون رو میخونین. دبیرستان و آمیس 2 تا 4 سال کلا طول میکشه، واحدی سالی نیستش.
و حین تحصیل دانش آموز حق 30 ساعت کار در هفته داره به صورت قانونی. به صورت میانگین هم هر نفر در فنلاند 37 ساعت و نیم کار میکنه در هفته. شما این 37 ساعت و نیم رو دیگه 30 ساعت داری کار میکنی دیگه، عملا فول تایم داری کار میکنی. تو رشته‌های فنی حرفه‌ای احتمال کار کنار تحصیلت، اصلا باید کار بکنی، تحصیل همراه با کارهای عملیه، یعنی شما باید بری قرارداد ببندی با کمپانی یا با جایی که آموزشیه، اون تئوری که یاد میگیری اون پلیسمنتش رو در واقع روش بذاری، کار عملی هم انجام بدی، واحداتو بگیری. الان جلوتر میگم چه سن و سالش چجوریه، بریم جلو. حالا اینم بگم که بعدش هم شما میتونید دانشگاه بری درس بخونی. خب گروه سنی 14 تا 18 سال برای دبیرستانه. مهم نیست که شما دبیرستان خونده باشی، سال 12 باشی، سال 11 سال 10 یا سال 9. 9 بهترین در واقع ساله، چون از الان که شروع میکنی تا سال آینده که میخوای بری دبیرستان عملا این مسیر رو پیوسته طی کردی، رسیدی به اون نقطه. اگه 8 هم باشی باز میتونی شروع کنی، مثلا یه ذره با فاصله تر، زمان بیشتری داری. ما الان دبیرستانی داشتیم که سال 12 بوده، تموم نکرده، ول کرده، رفته دبیرستانش اونجا شروع بکنه. چرا؟ چون میره 2 سال اونجا درس میخونه، رایگان تحصیل میکنه، دسترسی پیدا میکنه به همه این جزئیاتی که گفتیم. چرا که نه؟ یکی هستش که اینطوریه، بعد پسره 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه سرباز میشه، میگه آقا من دبیرستان البرز رو عطاشو به لقاش بخشیدم، میخوام برم یه مسیر دیگه. اومده با ما داره کار میکنه. کلی نخبه و کلی بچه بعد دانش آموز داشتیم که تیم اسکی روی آب تهران، تیم آلپاین دربندسر، تیم آلپاین تهران، پیانو میزنه، گیتار میزنه، اسب‌سواری میکنه، نمیدونم همه کار میکنه. یعنی این بچه رو من نمیدونم پدر مادر چجوری برنامه‌ریزی چیکار کردن این بچه اینجوری شد. این اومده رفته اونجا، الان داره مسیرش رو یه جور دیگه طی میکنه. سال فکر کنم 10 یا 11 هم بود اگه اشتباه نکنم، دوره از مسیرش شروع کرده و فنلاندی رو خوند، به اونجا رسید. برای پسرها خیلی گزینه میتونه مناسبی باشه که میخوان این مسیر رو در واقع تغییر بدن. متاسفانه این شرایط اجباری که دیگه خروج از کشورشون دچار مشکل میشه. حتی اگر کسی بزرگسال باشه، یعنی بالای 18 سال باشه ولی نخواد بره مرکز فنی حرفه‌ای، هم باز این امکان وجوده. ما دبیرستان بزرگسال داریم که پسری داریم که 29 سالش بود، میگم من میخوام دبیرستان، اصلا خاص بود ولی رفته دبیرستان، حالا از دبیرستان شروع کرده میخواد مسیرش رو طی بکنه، چون فکر کنم پزشکی میخواد بره. حالا اگه 18 سال به بالا هستیم، مدرسه‌های آمیس برای شماست. رشته‌های مختلفی توش داریم، از پرستاری و بهیاری که شاخه‌های مختلف داره توش وجود داره، تا باغبانی و کشاورزی و ساخت و ساز و مکانیک خودرو و نجاری و هر چیزی که بگیم، حالا چیزی که ما فعال داریم. در فنلاند مراکز آمیس بیشتر از 164 گرایش مختلف دارن. 164 گرایش یعنی که حتی شما مثلا مشاور سوء مصرف مواد هم میخوای بشی، خودش یه رشته است که توی زیر شاخه خدمات درمانی و اجتماعی. یا مثلا اگر میخوای بری توی حوزه مثلا دستیار دندانپزشک، باز دوباره تو شاخه پرستاری و خدمات درمانی و اجتماعی. همینجوری شاخه‌های مختلف. منتها ما همه 164 تا رو الان فعال نداریم، فکر کنم بیشتر از 15 خورده 15-16 تا فعال داریم که اینا اکثرا نیاز بازاره. حتی برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی کامپیوتر، بازی سازی، طراحی بازی، اینا هم ما مسیرش رو فعال داریم. پس این شد مراکز آمیس. چرا گفتیم 18 سال به بالا؟ چون شما حین تحصیل باید کار بکنی، نیاز به قرارداد کاری داری. قرارداد کاری وقتی سرپرست نداره، برای مدارس یه ذره سخت میشه. این مدارس فنی حرفه‌ای براشون کارش سخت میشه، برای همین تعیین کردن که 18 سال به بالا. ولی با یه مدرسه جدیدی که توافق کردیم، اتفاقا نزدیک شهری است که من زندگی میکنم، که الان میگم یه چیزی همون شهر داره، اونجا از 16 ساله ها میتونن اقدام بکنن. چون تو فنلاند برای رفتن به این مدرسه فنی حرفی شما لازم نیست 18 سالت باشه. به جای دبیرستان میری آمیس درس میخونی، چون میگه آقا من ول کن، کار درس برای کسی که وقت داره، حوصله داره، من میخوام برم کار کنم. از همون اول با 15 سالگیش میاد شروع میکنه، میره توی آمیس یا آماتیکولو اسم کاملشه، درس میخونه و همزمان هم کار میکنه، شروع به کار میکنه. بعد یه ذره دیگه درس میخونه، کار میکنه، میگه که آقا من میخوام به نظرم باید مدارج پله‌های ترقی رو طی بکنم، تحصیل کنم. میره دانشگاه علمی کاربردی هم درس میخونه، از کارش مرخصی میگیره، 2 سال 3 سال میره لیسانسشو میگیره، برمیگره تو هم کار با یه شرایط متفاوت‌تر.
پس این تفاوتش که ما 18 سال به بالا داریم میگیم دلیلش اینه. ولی توی یکی از مدارس قبول کردن که این کارو انجام بدیم. 15 ساله هم اگه کسی میخواد بره فنی حرفه‌ای بخونه الان امکانش رو داریم، یعنی به 16 که داریم فکر میکنین دوست دارن برن میتونن این کارو انجام بدن. و شما پس این گروه سنی اون مخاطبه جابجا میشه، معلوم میشه کدوم مسیر میخوایم بریم، بعد میایم وارد دوره میشیم که بریم زبان فنلاندی رو آنلاین شروع کنیم بخوندن. بریم بعدی قدممون چیه؟ حالا سوال اینه که از کجا شروع بکنیم دیگه. وقتی که این مسیر رو الان گفتم انتخاب میکنید کجا میخواید برید، دبیرستان یا آمیس، ثبت نام میکنید، وارد میشید. اتفاقی که الان افتاده برای شما خیلی خوشحال کننده است اینه که قبلا باید همتون انگلیسی میدونستید اگر میخواستید فنلاندی بخونید. ولی از فکر میکنم چند ماه پیش بود که از پارسال مهر ماه ما یه محصول دیگه رو اضافه کردیم، فنلاندی رو به فنلاندی یاد بگیری. یعنی اگه شما حتی انگلیسی هم نمیدونستی میتونستی شروع کنی فنلاندی رو یاد گرفتن با یک روش آموزشی متفاوت که خیلی هاشون هم الان در حال تحصیلن، سیرشون رفتن. ولی الان دیگه حتی اون آزمونه برای اون هم باید آزمون میدادی، کلاس شبیه سازی که ما فرآیند یادگیری شما رو بفهمیم تو شرایطی هستین بعداً وارد بشین. الان دیگه اون رو هم نداریم. یعنی شما فقط کافیه که اراده بکنید، بخواید وارد بشید، ثبت نام اولیه‌تون انجام بدین و بیافتین توی کلاس‌های فاوندیشن که کلاس‌های اصلیه. 3-4 هفته اون کلاس‌ها رو میرین، بعد وارد کلاس اصلی میشین، این مسیر رو طی می‌کنین. حالا چه جوری؟ بریم اسلاید بعدی بگیم که انتخاب محصول رو چجوری انجام بدید. انتخاب محصول به این بستگی داره که شما چه زمانی میخوای فنلاند باشی. یعنی اینکه اگه شما همین الان آماده هستی ما میتونیم بهت کمک بکنیم تا چند وقت دیگه فنلاند باشی، که میگم چند وقت. یا اینکه نه میگی من مسیر نرمال میخوام طی بکنم. این انتخاب محصول فقط و فقط به شخص شما و شرایط منحصر به فرد متقاضی که دانش آموز دبیرستان باشه یا دانش آموز آمیس باشه ربط پیدا میکنه و شرایطی که داره، هر شرایطی که هست. بعد چجوری انتخابش بکنیم؟ انتخاب محصول مناسب. ما 2 تا محصول داریم توی این مسیر که یاد بگیریم. یکی بهش میگیم فرش، یکی بهش میگیم فست. دوره فرش ما یک دوره قرارداد 12 ماه هست که تا 12 ماه دیگه شما قراره فنلاند باشید. دوره فست ما یک دوره 7 ماه هست. 7 ماه یعنی چی؟ یعنی شما میخوای امروز تصمیم بگیری که بری فنلاند، 3 ماه آموزش آنلاین میبینی فنلاندی در ایران، 4 ماه به صورت حضوری در هتل‌های فایننس فیوچر اقامت میکنی، فنلاندی رو فشرده 24 ساعت 7 شبانه روز یاد میگیری و به اون سطح مورد نظر میرسی. ته همه این 2 تا میشه سطح B1 و اقدام برای گرفتن پذیرش از مرکز مورد نظر که دبیرستان باشه یا آمیس باشه. 3 ماهی که میگیم آنلاین، تو این 3 ماه شما درخواست اقامت موقت 6 ماهتون رو میدین که متقاضی اصلی بره فنلاند. یعنی اگر خانواده‌ای هستین که از طریق فست میخواید برید، توی 4 ماه اول خانواده‌تون نمیتونه باهاتون همراه بشه، شما باید نفر اصلی بره. اگه دانش آموز باشه که تکلیفت مشخص، خودت میخوای بری دیگه. اگر امکان سفر 4 ماه، یعنی بعد تا 4 ماه آینده 3 ماه آینده به فنلاند نداری، روی فرش تمرکز بکنید که تا 12 ماه دیگه هم درستو میخونی، هم کاراتو انجام میدی، هم مسیرتو طی میکنی، هم زبانتو یاد میگیری، پذیرشتو میگیری. اگرم خانواده و با برای آمیس و بزرگسال هستی، کل خانواده با هم اقامتتون رو میگیرید میرید و فرزندان زیر 18 سال. پس چه آمیس بری چه دبیرستان بری فرق نمیکنه، یا فرش یا فست که بر اساس تصمیم گیریش هم مشخص شد. میخوای 4 ماه دیگه فنلاند باشی، میخوای نرمال بری جلو. محصول فست چیه؟ محصول فست بریم تو توضیحاتش. یک دوره فشرده است. چرا محصول فست به وجود اومد؟ به دلیل اینکه همه میمدن میگفتن آقا نمیشه ما بریم فنلاندی رو اونجا بخونیم، تو محیط باشیم. ما هم که همه عاشق محیطیم، ما فقط تو محیط زبان یاد میگیریم. همه گفتن اینه. خب نه تنها شما بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم میخواستن این قضیه. فست برای اونا طراحی شد. روش آموزشیش هد ادویکیشن ما بیشتر از 2 دهه توی 2 تا کشور این سیستم آموزشی رو پیاده کرده و نتایجی که داده بسیار حیرت انگیز بوده. شما قراره که به محض اینکه وارد ثبت نام اولیه‌تون انجام بدین و وارد این دوره میشید، کارهای اقامتیتون شروع میشه. یعنی میرین برای درخواست اقامت 6 ماهه موقت که کارت اقامت براتون صادر میشه، نه ویزا، کارت اقامت صادر میشه که شما با اون بتونین برین تو اون 4 ماه به صورت حضوری در فنلاند در هتل‌های فایننس فیوچر فنلاندی رو بخونید که به سطح B1 برسین که دبیرستان یا آمیس اپلای بکنید و پذیرش
اونجا اون اقامت اصلیه که ته فرش اقدام میکردید و اینجا اقدام بکنید، یعنی قرار نیست برگردید. اونایی که دارن مثلا پسرایی که دارن مشمول میشن، سرباز میشن، خیلی کمک میکنه بهشون. بلافاصله وارد میشن، درخواست اقامت مدرکشون آماده میکنن، درخواست اقامتشون رو میدن. توی این فاصله‌ای که دیگه اجتناب ناپذیره، باید صبر بکنه این 2 ماه تا 3 ماه طی بشه که کارت اقامتش برسه دستش تو محل زندگیش که بتونه بره فنلاند. ما به همین علت این 2-3 ماه رو مفید استفاده میکنیم، شروع زبان فنلاندی رو انجام میدیم که به سطح A1-3 میرسن تا قبل از رفتنشون. چون دیگه این زمان پرته، هیچ کارش هم نمیشه کرد، فقط باید صبر کن. تو این زمان آنلاین مثل همون فرش که 1 ساعت رو درس می‌خونه، البته اینجا 2 تا چیز داره، بسته به اینکه چقدر می‌خوایم سریع آمادهشون کنیم، چقدر وقت داریم. 2 تا کلاس در روز یا 1 کلاس در روز، هر 5 روز در هفته کلاس رو خواهند داشت تا اینکه آماده بشن برای رفتن، یعنی که به سطح A1-3 برسن یا آزمونی دارن و اقامتشون هم بیاد، برن فنلاند 4 ماه در هتل‌های فایننس فیوچر 24 ساعته 7 شبانه روز بمونن، از روش‌های مختلف آموزشی زبان رو یاد بگیرن و برسن به سطح B1، چه بزرگسال چه دبیرستانی، و پذیرششون انجام بدن. به محض اینکه بعد نامه پذیرش رو گرفتن، هنوز 2 ماه مونده که اقامت موقتشون تموم بشه. تو اون تایم درخواستشون رو همونجا توی فنلاند میدن و اقامت تحصیلیشون رو میگیرن. اقامت هم یک جا برای کل دوره صادر میشه، یعنی 3 ساله یا 4 ساله صادر میشه. این اقامت برای کساییه که، یعنی برای اون شخصیه که متقاضی اصلیه. بقیه همراه هم سال اولشون 1 ساله صادر میشه، بعد در تمدیدش به مدت باقی مونده که حالا 3 سال یا 2 سال باشه برای اونها هم صادر میشه. اینجا سوالی که پیش میاد برای تمکن مالی سوال پیش میاد. تمکن مالی سه جزئیات داره که براتون میگم، ولی نکتهش اینه که نوع B و نوع A یک تغییری که کردیم بود که دیگه شما نیاز نداشتی سال به سال تمکن نشون بدی که من این پولو دارم برای اینکه اونجا زندگی بکنم. برای 1 سال نشون میدی، برای کل دوره به اقامتتون میدن. یعنی اگر یک دانش آموز سالی معادل 6720 یورو در حساب بانکی اینجا باید پول نشون بده، همون 1 ساله که نشون بده کل 4 سالشو بهش اقامت میدن. ولی این منظره نیست که دیگه بعداً نباید پول داشته باشه. خب دیگه بالاخره مانیتور میشه و هزینه زندگی با خودش. گفتیم هزینه تحصیل رایگانه، یعنی اینکه در هزینه تحصیل رایگان شما کل اقلام تحصیلی، مواد تحصیلی، حتی یه جاهایی در واقع لپتاپ رایگان میدن، یه جاهایی دوچرخه به شما رایگان میدن، 1 وعده غذای گرم همه دانش آموزا در فنلاند چه در آمیس چه در دبیرستان خواهند داشت. بعضی مدارس صبحونه هم دارن که یه چیزی مثل بهش میگن پورو یا پورچ انگلیسی که قلا اوتمیله، همون جو 2 سر صبحانه. اوتمیل‌های مختلف دارن که حالا احتمالاً بعضی بچه‌ها دوست ندارن اینجا نشستن، ولی خب خیلی چیز خوشمزه‌ای. ما اصلا هر روز صبح اگه نخوریم به نظر من روزمون روز نمیشه. بعد غذای رایگانی که تو مدرسه برای نهار سرو میشه، اگر به قول معروف یک باقی مانده‌ای داشته باشه، دانش آموزا میتونن برای شبشون هم تهیه بکنن با قیمت دانشجویی. یه سری از مدارس ما خوابگاه رایگان دارن، اونا دیگه خیلی خوش به حالشونه. کسایی که اونجا میرن میتونن از خوابگاه رایگان استفاده بکنن و خوابگاه رایگان کمک میکنه تمکن مالی شما حتی کمتر هم بشه. یعنی اون هزینه‌ای که بابت اقامت تو این تمکن دیده شده که یک دانش آموز اگر 560 یورو در ماه پول داشته باشه، صلاحیت گرفتن اقامت تحصیلی داره. این دانش آموز که میگم چه دبیرستانی چه بزرگسال، یعنی شما فرق نمیکنه 40 سالت باشه دانش آموز باشی یا 14 سالت باشه دانش آموز باشی، از نظر اداره مهاجرت همین مقدار برای شما کافیه. دیگه حالا جزئیات تمکن مالی همراه متفاوتی که اونا رو بهش الان نمیپردازیم چون خیلی جزئیات زیاد میشه. و دوره فست اولین دانش آموزی که ما داشتیم تابستون که رفته بودن درخواست اقامت از یه جای دیگه داده بودن که حالا اونم به نتیجه نرسید و به سرعت اومد وارد دوره فست اول ما شد که باهاشم لایو داشتیم توی اینستاگرام. بعد به خاطر شرایط تعطیلات تابستون و مشکلاتی که توی ایران وجود داشت و کارتش دیر رسید، یعنی فکر میکنم خودش یادم نیست ولی توی خرداد ماه درخواستش داد، توی مرداد ماه کارتش به دستش رسید و توی همون آخر مرداد نیمه دوم آگست فکر کنم یا اول شهریور رسید فنلاند. دیرتر از همه بچه‌ها رسید، از بچه‌ای که رفته بودن. یه ماه حدوداً یه ماه و نیم دیرتر رسید، ولی از همه زودتر مدرک B1 رو گرفت، از همه زودتر اون امتحان ریاضیشو پاس کرد و
بچه‌ای که از فایننس فیوچر رفته بودن اونجا دیده بودن، چون اول که رفته بودن ندیده بودنش، بعدن که رفتن دیده بودنش. اسمش آراده، حالا تو لایوش تو اینستاگرام هم هست. گفته بودن این کیه، چقدر زبانش خوبه، چجوری به یکیشه که از کجا اومده. گفتن دانش آموز، تنها دانش آموز ایرانی اون دوره بود و اولیش بود و الان خیلی هم تو همون شهر مونده، با انگیزه مسیرش مشخصه، میخواد بره جراح مغز بشه. پیتر هم خیلی ازش خوشش میاد، همیشه همینجا میگه آراد اینجوری، آراد اونجوری. و نرخ موفقیت دوره‌های فست بچه‌های ما تقریبا تا الان 100% بوده. دوره بزرگسالمون هم که حالا هیچ کدوم اینجا نیستن، از همین توی ژانویه میرسن فنلاند و از دوره فست میخوان شروع بکنن. اینا کسایی بودن که میخواستن، تصمیم گرفته بودن که زودتر میخوان فنلاند باشن، رسیدن فنلاند، حالا میرسن فنلاند. خب چون از برنامه عقبی ادامه بدیم. دوره فست سوال شما سوال توضیحات شده دادم. ما تو این مسیر از اول ژانویه امسال گفتم اون قسمتی که نگرانی ها، اون پدری که اونجا دست بلند کرد و گفت ما این رو داریم همه رو برای شما هموار میکنیم، قرار نیست دیگه نگرانی چی دارین. محصول زیبن ما که در واقع تحت یه لیسانس نوروساینس از آلمان و هاروارد داره پیاده سازی میشه، این به صورت یک اسپایرال، یه فنری که هفته به هفته نه تنها دانش آموز بلکه پدر مادرش رو با ما همراه میکنه، به صورت کامل مانیتور میشه، منتورینگ لازم انجام میشه و شما رو ما آماده میکنیم برای اینکه مدیریت استرابتون انجام. همتون پدر مادرایی که هستن احتمال زیاد استراب دارن، بچه‌هاشون میخوان. البته آقای امیررضا نداره، آقاش مشخصه، اصلا نگران نیست. برای بحث‌های آموزشیش، یعنی این محصول زیبن ما بسیار محصول جدید ماست که فنلاند داره ارائه میده. از اول ژانویه تمام قراردادهای فرش و فست ما با این محصول خواهد بود که شما رو تو این، اگر 1 ساله یا تو این 3 ماهه که قرار برسیم فنلاند، کامل از همه لحاظ آماده‌تون می‌کنیم. مدیریت استرس، آموزش فرهنگی، آماده سازی و هر آن چیزی که شما نیاز دارید تا این مسیر قبل از رسیدن به فنلاند فکر کنید که اونجا زندگی کردید و اصلا چطور از کجا شروع، همه چیز رو میدونید. این چیزی است که ما بهش افتخار میکنیم بعد از این همه سال، بر اساس تجربیات و لایسنس هایی که لایسنس های معتبر هستن توسط در واقع مربی این قضیه که همکار ما هست از آلمان پیاده سازی میشه و همکارانمون تو ایران. و خیالم راحته که بعد از رسیدن به اون مسیر زبانی که داشتین طی می‌کردید، موازی این مسیر هم داره طی میشه و شما دیگه اون اصل قضیه داستان در واقع منیجمنت و مدیریت ذهنی شماست. اون ذهنه که آماده است و اون ذهن رو ما آماده میکنیم که توی زیبن این اتفاق میفته. پس این مسیریه که شما فقط همین هزینه رو میکنید که شرایط پرداختش هم بهتون الان جلوتر میگیم. فرش برای کساییه که نمیخوان زود برن فنلاند، میخوان تا 12 ماه دیگه برن فنلاند. این شرایط فقط و فقط تا آخر 12 امشب در ستون وسط تا 72 ساعت بعد از ایونت در ستون آخر خواهد بود که شما اون خدمات رو هم روش خواهید داشت و باید این قرارداد تا آخر ژانویه نهایی بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم اون وقت این تخفیف رو ارائه بدیم. این برای محصول فرش. برای محصول فست چون در واقع سریعتر میری، قیمتاش متفاوته. در حالت عادی 50 یورو، 180 یورو، 15995 یورو و در نهایت با اون خدماتی که روش می اومد به عدد 17320 یورو میرسیدیم که اگر شما عادی میخواستی کسی قرارداد ببنده، البته این 15900 توی فست در روز ایونت ما پروموشنی که گذاشتیم 50 یورو صفر شده، 180 یورو نصف شده و قیمت بیسمون رو تونستیم تغییر بدیم که 15480 یوروه، 484 یورو خدمات روشه، 16579 رو در نهایت 5% روش تخفیف خورده که 15750 یورو میشه هزینه فست. یعنی شما 3 ماه دیگه فنلاند خواهید بود. تو این هزینه اقامت 4 ماه در هتلتون گنجونده شده، یعنی شما هزینه دیگه ای بابت هتل نخواهید داد. این هزینه توش هستش، فقط میشه هزینه خورد و خوراک که ما 150 یورو 200 یورو هزینه خورد و خوراکتونه تو اون 4 ماه، ولی بابت اقامت، بابت مشاوره ها، بابت آموزش، بابت هر آن چیزی که تو 4 ماه تو هتل خواهید بود، هزینه اضافه دیگه شما پرداخت نخواهید کرد. تو دل این گنجونده شده.
این برای کسایی که تا آخر 12 امشب 99 یورو ثبت نام اولیه‌شون رو بدن و این تخفیف رو برای خودشون قفل بکنن اگر انتخابشون 4 ماه دیگه فنلاند، 3 ماه دیگه فنلاند فسته و از این موضوع استفاده بکنن. اگر هم میخوان تا 72 ساعت دیگه تصمیم بگیرن، فکر بکنن، با پرداخت 99 یورو تا 72 ساعت بعد از ایونت میتونن بازم این رو براش خودشون قفل بکنن. اینجا من یه اصلاح بکنم، این 16995 یوروه که در نهایت میرسه به اون عدد آخر که شما با گرفتن اون خدمات با هم دیگه 17200 یورو بعد از تا 72 ساعت بعد از در واقع ایونت میتونید این رو برای خودتون قفل بکنید. به صورت عادی الان کسایی که دارن این قرارداد میبستن تا 2023 16995 یورو میدادن، ولی این خدمات دیگر رو هم روش نداشتن، نه محصول زیون رو داشتن، نه ارائه درخواست اقامتشون رو داشتن، نه ولکامینگ داشتن، هیچ کدوم از اینا رو نداشتن، ولی 16995 یورو به اضافه 180 یورو پول میدادن که قرارداد رو ببندن که تمام قرارداد ما اینجوری اتفاق افتاد. و توی این ایونت ما این شرایط رو تونستیم با حامی مالیمون به وجود بیاریم که به شما آفر بدیم. شرایط پرداختش چجوریه؟ بریم جلو. نه تنها شما این تخفیف‌ها رو شاملتون میشه، بلکه میتونید وقتی که قفل کردین تخفیف و وارد قرارداد شدین، قراردادتون رو به صورت اقساط پرداخت کنید. اقساط یعنی چی؟ در محصول فرش اون کسایی که تا آخر امشب قرارداد میبندن، یعنی ثبت نام میکنن، 8250 یوروشون زمان قرارداد و پیش پرداخت و زمان امضای قرارداد 1700 یورو پیش پرداخت میدن و 9 تا 750 یورو قسط میدن برای محصول فرش. اونی که تا 72 ساعت بعد انتخاب میکنه 8900 یورو 1700 یورو امضای قرارداد پیش پرداخت میده و 9 تا 800 یورو در واقع پرداخت میکنه. حالا این یه ریسکی داره برای همه، چون وقتی 10 ماه میخواد قسط بده، در 10 ماه به صورت تجربی ثابت شده که نرخ یورو و ارز تقریبا 20 تا 30% افزایش پیدا میکنه و جمع ریالی شما در اقساطی ممکنه بیشتر بشه. به همین علت ما پیشنهاد میدیم که اگر خواستین یک جا پرداخت بکنید که باز دوباره یه دیسکانتی روش میخوره، که شما اگه یک جا پرداخت بکنی همه اون قرارداد رو میتونید در حالت امشب 7850 یورو تا 72 ساعت 8450 یورو برای خودت سکیور بکنی. اینجا هم یه تخفیف دیگه هم به صورت یک جا پرداخت بهش شاملش میشه که همین رو برای محصول فست هم داریم. اون البته فسته که قیمت چون فست شما زودتر میرین اقساطش هم خیلی کوتاه‌تره، در طی 3 قسط پرداخت میشه، یعنی 2 ماهه. در زمان امضای قرارداد توی امشب شما 6200 یورو پرداخت میکنین امضای قرارداد، 2 تا 4775 یورو هم میدین تا 15000 یوروتون تکمیل بشه. اگر بخواید تا 72 ساعت بعد از ایونت تخفیف رو براتون خودتون قفل بکنید، پیش پرداختتون همونه، باقی مانده‌تون یه ذره بیشتر میشه، 2000 تا 5500 تا طی 2 ماه پرداخت میکنید. برای کسایی که میخوان از طریق فست وارد فنلاند بشن، یعنی تا 3 ماه دیگه قراردادشون رو میخوان نایب. وقتی میگیم فست، اگر شما امروز شروع کنید احتمالاً تا اردیبهشت اگر همه چیز خوب پیش بره تا اردیبهشت شما میتونید فنلاند باشین، اردیبهشت یا خرداد. آره تقریبا همین ماهه. این پس شرایط پروموشن استثنایی که ما برای این ایونت در نظر گرفتیم و کسایی که توی لایف هستن و توی این تایم محدود و قراردادها هم تا آخر ژانویه پرداخت میشه، نهایی میشه. احتمالاً این شرایط در هیچ زمان دیگه ای از قراردادهای ما تکرارپذیر نخواهد بود، چرا که این تنها ایونت اولین ایونت امساله و شرایط متفاوتی داره و ما تونستیم این جزئیات رو فراهم بکنیم در صورتی که بخواین ازش استفاده بکنیم. ما بعد از این، یعنی توی این مسیری که امروز توی با هم دیگه طی می‌کنیم، یه سری کارتای مسابقه و سوال روی میزا هستش که سوال طراحی شده. اون سوال رو اگر شما بتونین پاسخش رو صحیح بدین، اسمتون رو بنویسین، برش بزنین و توی اون ظرفی که اونجا گذاشته شده در زمان استراحت میتونین بندازین. یه قرعه کشی داریم که به 3 نفر از اونایی که توی این قرعه کشی برنده میشن و جواب درست رو دادن روی این پروموشن ها دوباره یک جایزه نفیس هم بهشون میدیم. پس اگه نمیخواین از پروموشن استفاده بکنین و جایزه هم میخواین کنارش بردارین، توی مسابقه شرکت بکنین، ولی جواب باید درست داده باشین. اون وقت ما اگر اسمتون در اومد جوابتون درست نبود باید بریم سراغ نفر بعدی. روی
قیمت ها سوال دارین؟ چون میخوایم بریم روی پنلمون و ویدیومون پنل. بفرمایید. هیچ فرقی نداره، اون دانش آموزه اون آموزه، هر دو با هم وارد میشه. بستگی داره فرش یا فست باشه دیگه. فرش باشه با هم وارد میشن، به شرطی که با هم، یعنی هر دو به یک برسن دیگه. اگه یکشون بخونه یکشون نخونه که نمیرسن. در شرایط مساوی با همه. حالا خیلی از یه خانواده داریم 2 تا خواهر یه برادر با هم دارن وارد میشن، همه از فست دارن وارد میشن، همه هم میرن یه هتل. سوال دیگه شما بپرسید. وقت داره. شروع کنه، وقت بذاره پیاپی بره جلو میرسه. توی فنلاند اگر از ورزش حرفه‌ای میکنید، مدرسه به شما کمک کنه ورزش حرفه‌ایتون رو در کنار تحصیلتون ادامه بدین، چون که براش مهمه. گفتم ضمانت رو توضیح دادم. ضمانت اجرا خود شمایید. شما دیر اومدین؟ ضمانت اجرایی تعهد قرارداد رسمی شرکتی که شما اینجا میبنید. ضمانت اجرایی با شماست. ضمانت اجرا با شماست که بتونید به این سطح مورد نظر برسید. اگر کسی این مسیر رو طی نکنه که ما بهش میگیم، نمیتونه موفق بشه. یعنی اگر از من ضمانت میخواین، من اگه به شما ضمانت بدم به شما دروغ گفتم. چون شما اگر اون چیزی که شما باید انجام بدید رو انجام ندید، به مسیرتون نمیرسید. ضمانت میخوایم من به شما اقامت بدم، نمیتونم بدم چون اداره مهاجرت تصمیم میگیره، ولی همه کار میکنیم، شرایط رو به شما جوری میگیم که این مسیر بشود. یعنی اگر غیر از این شما عمل بکنید، شما خلف وعده کردین و به اون چیزی که میخواین نمیرسید. بودن دو نفر میرفت موقع امتحان چی شد؟ یه هفته به من وقت بدین تحویلتون میدم. شما قراردادی که بسته میشه تعهدش اینه که ماه به ماه دارین خدماتتون رو ارائه میکنید. یعنی من گفتم من به شما مهاجرت نمیفروشم که، من به شما اقامت نمیفروشم که، من به شما ماشین دارم میفروشم، ماشین اقامت رو دارم به شما میدم. حسین جان اینو اصلاحش. ماشین اقامتی دارم میدم که شما باید رانندگی باشه یاد بگیری که بتونی بری. اگه نتونی یاد بگیری که نمیتونی بری. ولی کلاسای آموزشی تو داری هزینه‌شو پرداخت میکنی دیگه. کلاسای آموزش دیدن رو داری یاد میگیری. یعنی هزینه شما بابت همه ایناست. هزینه شما بابت مدیریت ذهنتونه، هزینه شما برای آموزشتونه، هزینه شما برای یادگیری زبانتونه، هزینه شما برای اینه که این مسیر رو طی بکنید. و اگر تو این مسیر سهل انگاری بکنید، هزینه خودتون رو خودتون از بین بردید. اون هزینه‌ای که پدر مادر کردن، اون بچه‌ای که میگه به من وقت بده یه هفته دیگه تحویل میدم بعد از گذشت 40 هفته، چه جوری میخواد، چه تضمینی من باید بهش بدم، چه ضمانتی میشه داد بهش؟ اصلا امتحان یک بار برگزار میشه، ولی طی دوره کلی شما هم چیز دارید. سوالا رو بذارین در زمانی که نتورکینگ داریم، مشاورامو هستن بپرسین، خود منم هست چون الان وقتمون گرفته میشه. سوالا همه ریزه جزئیاته. یه سوال دیگه فقط جواب میدم. بپرسین. بابت آموزشش دریافت شده. آره اون دیگه ببین تضمینیه که همه چیز در شرایط عادی باشه. اگه جنگ بشه تو فورس ماژور، چرا تو قرارداد داریم اگه فورس ماژور بشه اون هزینه ها چیزی که باید برمیگرده. همه اینا تو فورس ماژور دیده شد. اینا شرایط فورس ماژوره. در شرایط عادی صحبت کنیم. شرایط عادی اینه که شما بگی آقا همه چی عادیه، تو ضمانت بده من باید برم. من نمیتونم این ضمانت رو به شما بدم. من میتونم جای شما بشینم درس بخونم، من میتونم جای شما مدرک زبان بگیرم، من میتونم تو مصاحبه شرکت کنم، نمیتونم. چی؟ چرا ندن؟ به یک دلیل فقط به شما، به دو دلیل فقط به شما اقامت نمیدن. یک، مدارک شما مشکل داشته باشه. 3 تا مدارک شما مشکل داشته که ما نمیتونیم صحت و سقمش رو کنترل بکنیم.
پس باز مسئولیتش با خود شماست. 2 شما پرونده‌ای داشته باشین که برای جامعه فنلاند و اتحادیه اروپا تهدید محسوب بشید که ما نمیتونیم بگیریم، ولی ما گواهی عدم سوء پیشینه داریم میگیریم تو قرارداد بزرگسالمون. 3 اینکه منابع مالی شما شفاف نباشه که باز ما نمیتونیم این رو خیلی کنترلش بکنیم. اگر در این غیر این حالت باشه شما امکان نگرفتن اقامتتون صفره. در کشورهای اروپایی در صورت داشتن پذیرش از یک مرکز تحصیلی رسمی کسی به شما نمیگه که شما 50 سالته یا 60 سالته یا 20 سالته 18 سالته چرا داری می درس بخونی. این ذهنیتی که به خاطر آفیسرای محترمش کشور کانادا برای همه ما ایرانی‌ها به وجود اومده، رفته پذیرش گرفته، کلی وقت گذاشته، رفته سفارت ترکیه، هزینه فلان، در نهایت گفته من به نظرم شما 40 سالته میخوای بری، عملاً بر نمیگردی، به شما اقامت نمیدم. در فنلاند همچین چیزی وجود نداره. اولش گفتیم برابری یعنی که من 60 سالم میتونم برم توی مرکز تحصیلی بشینم درس بخونم، من 15 سالم همین حقو دارم. هیچ کس با هیچ کس فرق نداره. این پس شد برنامه ما. یه دونه فکر کنم ویدیو داریم، نه؟ میترا هستم، 45 سالمه. سال 1401 آذر ماهش با فنلاندکیو آشنا شدم، باهاشون قرارداد بستم. از اونجایی که اون موقع پسر من 17 سالش بود تحت پوشش من قرار می گرفت، ولی به خاطر سربازیش و اینکه میخواستم هر چه زودتر از ایران خارج بشه یه قرارداد جداگونه‌ام برای پسرم بستم و ما جفتمون شروع کردیم به خوندن زبان فنلاندی با فاینست فیوچر. در مرداد 1402 مدرک B1 رو گرفتیم و پسرم در شهریور 1402 به فنلاند اومد. منم پذیرش آماتیکولوما از این مرکزی که در این شهر هست، شهر کوریکا که الان هستم، گرفتم و آبان ماه با همسرم اومدیم به فنلاند. البته آقای گوهری خیلی زحمت کشیدن که شهر من و پسرم یکی باشه و من بتونم بیام با پسرم زندگی کنم. ممنونم ازشون. از آقای جمعم تشکر میکنم چون همیشه هم مشاور خوبی برای من بودن، هم همراه خوبی برای من بودن. خلاصه اینکه موفق باشین، براتون بهترینا رو آرزو میکنم. سلام به همه، آدم حالتون خوب باشه. دینا هستم و الان قرار بود توی ایونت کنارتون باشم، اما متاسفانه تایم پروازم نمیخورد به تایم ایونت و مجبور بودم برگردم. اما خب الان اینجام و میخوام که تجربه‌ام باهاتون در اشتراک بذارم و کلا بگم که از موقعی که اومدم فنلاند اوضاع برای من چطوری گذشته. من 3 ماهه که فنلاند زندگی میکنم توی شهر کوریکا، توی یه استودیویی که مدرسه برام اجاره کرده تنها زندگی میکنم. اینش انتخابش با شماست که تنها زندگی کنید یا نه. و کلا توی این 3 ماه تونستم کلی تجربه کسب کنم و فعالیت‌های مختلف انجام بدم، حتی با وجود این که به حال تازه رسیده بودم، اما خیلی سریع جا افتادم توی کار مدرسه، فعالیت‌های خارج یا داخل مدرسه. و چیز دیگه هم که برام جالب بود این بودش که فکر می‌کردم که تا بخوام دوست پیدا کنم خیلی قرار طول بکشه، اما من از همون روز اول مدرسه کلی دوست پیدا کردم، کلی بچه اومدن سمتم و مثلا با هم آشنا شدن که خیلی قشنگ بود و اصلا انتظارشو نداشتم. همچنین مدرسه، کسی که توی مدرسه هستن، معاون آموزشی، معلم و همه اونا خیلی هوای بچه‌های مهاجر دارن، یعنی تمام تلاششون اینه که برای ما شرایط آسون باشه و بهمون خوش بگذره، اوضاع خوب باشه و اگه جایی کمک نیاز داشته باشیم همیشه قابل دسترسن، همیشه میتونیم ازشون کمک بگیریم که این خیلی حس خوبی به آدم میده، حس امنیت به آدم میده و در کل بخوام بگم واقعا ارزشش داره، ارزش هر سختی که در همراه با مهاجرت میاد رو داره و آدم قشنگ میتونه از همین الان ببینه که چه آینده خوبی در انتظارشه. و راجع به زبانم بخوام بگم مدرسه خیلی راه میاد، یعنی همه مدرسه ها من از بقیه دوستام هم شنیدم که خیلی خوب راه میان و واقعا مشکلی نیست. یعنی اگه جایی نتونید کارتون رو با فنلاندی پیش ببرید میتونید با زبان انگلیسی پیش ببرید و کاملا درک میکنن که هنوز فنلاندی برای ما اونقدر آسون نیست و هنوز نیاز داریم به تمرین بیشتر و کاملا مشکل ندارن باهاش و اوکی ان باهاش.
و آره واقعا تصمیم خیلی خوبی بود و الان جامون خیلی خوب تره و هر چقدر هم سخت باشه ارزش رو داره. به هر حال آدم برای اینکه برسه به هدفش باید یه سری سختی‌ها رو بگذرونه. به هر حال امیدوارم که ایونت خیلی بهتون خوش بگذره، بتونید اطلاعاتی که نیازه رو بگیرید و اوقات محشری داشته باشید و کلی خوش بگذرونید. جامم کلی خالی کنید. دوستتون دارم. خداحافظ. سلام، من بیتا هستم. به احتمال خیلی زیاد خیلی از شماها منو میشناسید یا قبلا با من صحبت کردید. من سال گذشته توی سرچایی که برای دبیرستان برای پسرم داشتم فایننس فیوچر رو پیدا کردم و بعد فایننس فیوچر به من فنلاند کیو رو معرفی کردن که نماینده خاورمیانه فایننس فیوچر هستن. خانم مهدوی که با من تماس گرفتن گفتن که یه دوره بزرگسالان تازه شروع شده که میتونید تو اون شرکت کنید و با توجه به که خب من یکم سنم بالا بود، خیلی سال از درس خوندنم میگذشت، یه ذره شک داشتم، اما سعی کردم که خودم رو برسونم چون دوره ما باید حتما انگلیسی رو میدونستیم، سر کلاس بلدیش هستیم و تونستم اینترویو اولیه رو قبول بشم. بعد هم دوره رو گذروندیم که خب خیلی خوب و راحت بود، خیلی ساده تر از اون چیزی که فکر کردم بودش و مدرک زبانمون که گرفتیم اپلای کردم و اومدم اینجا. پذیرش رو که دادن همراه با همسر و پسرم رفتیم VFS، اقامتمون اومد و الان اینجا هستم. مسیری که طی کردم و اون دوره‌ای که گذروندیم، حالا با توجه به اینکه من یه خورده مسن‌تر از بقیه دوستان هستم، مسیری بود که خودم یه ذره شک داشتم ولی وقتی رسیدم دیدم نه واقعا واقعیه و من الان اینجا هستم، واقعیه نه کیک. و ممنونم از تمام تیم فنلاند کیو که توی این مسیر همراهمون بودن. جا داره که تشکر کنم از آقای گوهری، آقای جم، خانم مهدوی و باقی دوستانی که از همون ابتدا تا حتی برای پر کردن فرم ها، برای گرفتن خونه اینجا و برای حتی کارهای مدرسه پسرم همراهمون بودن. مرسی از همشون و من اینجا هستم که اگر احیانا هر کدومتون سوالی دارید یا کمکی نیاز دارید یا اصلا میخواید با خود من صحبت کنید، بهتون مشاوره بدم و کمک کنم. امیدوارم که شماها هم مسیر درست رو اونجوری که براتون مناسبه انتخاب بکنید. پیج اینستامو براتون تگ میکنم که اگر لازم بود به من پیام بدید و با هم دیگه صحبت کنید. موی موی نهتن سومسا. سلام به همه، فاطمه‌ام. صداشو داری؟ میشه گفت 5 ماهه که رفتم فنلاند و شهر سیمپل درس میخونم. شهر فاطمه کمی نزدیک به مرز روسیه است. در خطری دیگه نه؟ میگه نه امنه. سلام، من امیر محمدم. حدوداً 5 ماهه که ما پروازمون یه روز فاصله داشت، تقریبا با هم رسیدیم. حدود 5 ماهه که فنلاندم، شهر یوروینه. خب سن و سالت هم گفتی؟ 15. فاطمه هم گفتی چند سالته؟ من جز اون درسایی بودم که از نهم یه راست رفتی. بهترین پرفکت ترین تایم. خب سلام، همونطور که میدونید دوباره سوگن هستم. 18 سالمه و اولش دبیرستان اقتصادی بودم، الان با فاطمه تو دبیرستان سیمپل درس میخونم. پس تو هم رفتی تو جنگ؟ بله رفتم تو جنگ. اصلا اوضاع من خب بچه‌ها فکر میکنم که زمانی که شروع کردین کی بود؟ مهر و آبان بود؟ آخر شهریور 1401 شروع کردین. امیر محمد و فاطمه کی شروع کردین؟ سپتامبر شروع کردین؟ من 10 سپتامبر اینترویو بود. 8 سپتامبر پروازم. یعنی دقیقاً یه سال طول کشید تا رفتی.
نکته‌ای که وجود داره همه بچه‌ها انگلیسی میدونستن و به انگلیسی در زبان فنلاندی رو خوندن. آیا شما با توجه به اینکه شهر کوچیک داری زندگی میکنی فکر میکنی که شهر کوچیک بودن با همه این کیفیتایی که گفتی بهتره یا اوکیه، یا اینکه این رو داری به عنوان یک در واقع مسیر میبینی برای اینکه بعداً میخوای قدم بعدی تو دانشگاه برداری؟ خب مسلما ما هممون چون تهران زندگی کردیم شهر بزرگ و بهتره برامون و مثلا دسترسی داشتن به همه جا برامون خب خیلی اولویته. ولی من از اون موقعی که رفتم تو شهر کوچیک زندگی کردم میتونم بگم یه مقدار بیشتر عادت کردم به شهر کوچیک، اون آرامشی که داره. ولی خب مسلما برای اینکه بخوام هم دانشگاه و دسترسی به یه سری چیزا داشته باشم خیلی دوست دارم که شهر بزرگ زندگی بکنم. از یعنی هدف بعدی بعد از دبیرستان این قسمت؟ بله. خب این شهر کوچیک پس میتونم بگم که اذیتت نمیکنه الان تو این نه اصلا مسیری که برای هدفت ترسیم کردی؟ الان اومدی یه ذره احساس چیز داری نه؟ این شلوغیه آزارت میده. دقیقاً. ترافیک. شما بگین تجربتون رو. اول از همه هوا خیلی آزار میده. قشنگ کربن دی اکسید رو حس میکنی، ریاحات قشنگ خس میکنی اونجا، چون انقدر اکسیژن زیاده اصلا آدم همش خوابش میگیره. از مدرسه میای میخوابی، بعد قشنگ حس میکنی که اکسیژن زیادی داره وارد میشه. بعد وقتی سردم میشه قشنگ دیگه میسوزونه دماغ و اینا. جنبه اکسیژن بالا نداره. ولی ما حتی هلسینکی هم که میریم از شلوغی زیاد گاهی اوقات خسته میشیم. آفرین، نکته خیلی خوبه. و یه چیز دیگه هستش که وقتی شهر کوچیک‌تره، مدرسه کوچیک‌تره، ساپورت بیشتری میکنن شما رو مسئول مدرسه، چون هم خب جمعیت کوچیک‌تره، شخصی سازی میشه دیگه. دقیقاً بهتر میتونن ارتباط بگیرن، بهتر میتونن رسیدگی کنن، تا اینکه مثلا مثل مدرسه های ایران 600 نفر توی مدرسه نمیتونن با همشون جور جدا صحبت کنن. سوگند بگه عزیزم بیا. خب من هفته اولی که اومدم به فاطمه پیام دادم، گفتم نمیشه برگردیم، چون خیلی حس عجیبی داشت همه چیز. دوباره این شاله رو داده بودن دست ما، بعد هر جا هم می‌خواستیم بریم اینو سرمون می‌کردیم، واقعا خیلی سخت بود. از یه طرف دیگه مثلا با دوستامون میرفتیم بیرون و می‌دیدیم که خب که چی، حالا مثلا امروز بیدار شدیم رفتیم کافی شاپ نشستیم با هم یه حرف زدیم برگشتیم، خب که چی. زندگی خودم رو الان یه جای بهتر دارم. چرا چالش ندارم؟ هیچی نیست، یعنی واقعا اون درسه نیست مثلا یه ذره باش سر کله بزنم، مثلا فلانیشو یاد بگیرم، یه کلمه جدید یاد بگیرم، برام جالب باشه. زندگی اصلا اونجا سخت نیست، اینجاست که سخته. همه چیز به طرز خیلی عجیبی سخته. چیزای ساده ترین چیزا، اولین چیزی که من متوجه شدم وقتی رفتم اونجا این بود که اتوبوس سوار شدن چقدر آسونه. چرا اینقدر آسونه؟ مثلا من اینجا بودم هیچ موقع اتوبوس رو یاد نگرفتم، تازه آخرش مترو یاد گرفته بودم. بعد اپلیکیشن دارن HSL یا به قول فلاندی HOSL و همه چیزو تا همون مسیری که بعد راه بری رو هم روی نقشه میزنه. یعنی انقدر زندگیشون ساده است که اصلا میری اونجا انگار همه چیز آسون تره تا اینکه سخت تر باشه. حالا چالش فقط همون زبانه که همه رد میکنن. تازه هر جا که ما نمیفهمیم میتونیم از انگلیسی استفاده کنیم و به جز اون قضیه هم تا به یکی شما میخونید برای حل کردن مشکلات روزانه‌تون کافیه. خب به عنوان آخرین سوال میخوام بگم که یک، اولین چیزی که خیلی تعجب کردین رو بگین. دو، اینکه این مسیر رو چجوری برای همسن و سالای خودتون یا بزرگسالا توصیه میکنید؟ اولین چیزی که من خیلی تعجب کرده بودم خط عابر پیاده بود، چون که پامونو که میذاشتیم هر ماشینی حتی 1 کیلومتر اونورتر بود همونجا وای میستاد و صبر میکردن تو رد بشی با خونسردی تمام. یعنی هر چقدر طول میکشید تو آروم راه میرفتی، یعنی مدت سرگرمیمون شده بود، می‌خواستیم واقعا امتحان کنیم ببینیم چقدر صبر میکنن برای ما. یعنی واقعا سرگرمی شده گرفته بود. وای میستادن در آرامش تمام. مثلا داشتیم میرفت اینجا. دقیقاً همین کارو می‌کردیم. میگم برو زودتر برو. نه تا حالا برای من پیش نیومده، همینجوری نگاه میکنم منتظرم. خب
رد میشی، بعد دوباره میخوای رد بشی، دوباره وای میستن. من واقعا این برام اولین شوک فرهنگی بود. چرا اینا مثلا این همه آرامش دارن؟ اولین چیزی که تو ایران میبینی اگرم وایسه میگه برو دیگه. مثلا میگه من نمی‌بینی من دارم میام. خب توصیه‌ام بگو. توصیه‌ام به همسن و سالای خودم اینه که از این وابستگی به نظر من اگر میخواید مهاجرت بکنید باید دل بکنید، باید اون استقلال رو تو خودتون ببینید، پیداش کنید و به نظر من از یک جایی به بعد این وظیفه پدر و مادره که بچه فرزند انقدر وابسته نباشه، یه سری جا باید اشتباه بکنه، تجربه بکنه و ایناست که زندگی رو میسازه، وگرنه اگر ما هیچ تجربه‌ای نداشته باشیم زندگی قشنگ نیست. اولین سوال چه چیزی برات جالب بگو. من شوکی که خیلی باش مواجه شدم این بود که توی کلاس معلم انقدر آروم صحبت میکنه تو فکر میکنی با خودش داره صحبت میکنه. من یکم مثلا زوم میکردم ببینم چی، بعد میدم داره به کل کلاس توضیح میده. و یکی دیگه هم اینه که لحنشون این شکلی صافه، سوال میپرسن اصلا این شکل، آره این جمله است، ای تو منتظری که منتظر جواب بدی، بعد تو هی میگی که ادامه حرفشو میخوای گوش بدی. بعد دیگه اینکه خیلی هم ساکتن کلن و نمیتونی اصلا دو نفر رو نمیتونی ببینی که با هم صحبت کنن، یکی صحبت میکنه اون یکی ساکته. آره همیشه سکوت رو حس میکنی خیلی زیاد و این اصلا شلوغی رو حس نمیکنی. اوکی. توصیه‌ت هم بگو. توصیه‌ام اینه که نمیگم سخت نگیرید، ولی توی پروسه زبان هیچکی انتظار نداره تو 8 ماه زبان فنلاندی که خب زبان آسونی نیست، زبان سختی هم نیست اونقدر، ولی اینجوری نیست که همه چی رو بتونید بفهمید، مدرسه رفتید همه چی رو بتونید بخونید و ارتباط صد با همه داشته باشید. نباید خیلی از خودتون انتظار اونقدر زیاد داشته باشید و به نظر من تا سطح آ2 رو خوب بخونید، چون در سطح محاوره آ2 که جوابه، نه B1 و B2. خب فاطمه. من اولین چیزی که خیلی برام تعجب آور بود این بود که همه خیلی راحتن، یعنی مثلا مشکلی نیست که به اسم صداشون بکنی، یعنی مثل اینجا نیستش که حتما فامیلی معلمتو صدا بکنی. آره. و اینکه مثلا خیلی راحتن و غذاهاشون اونم خیلی برام جالب بود. و کلا تجربه‌ای که بخوام بگم، من خودم آدم خیلی استرسی بودم، یعنی از کوچکترین چیز تا بزرگترین چیز برام استرس آور بود و خیلی میترسیدم. ولی وقتی که رسیدم و اون ساپورت مدرسه رو دیدم، اون اوپین تو اوهیایی که هستش، مدیر، اون فرندم فامیلی که برامون گذاشتن، خانواده فنلاندی که ساپورتمون میکنن، هر کاری که داشته باشیم و انجام میدن، خیلی راحت تر شده زندگی برام، چون میدونم که همیشه حواسشون هست، عین خانواده ایرانمون که هستن. بله سوگند جونا هستن. و کلا میخوام بگم که خانواده ها استرس نداشته باشن و اجازه بدن که به قول سوگند بچه ها خودشون یه سری چیزا رو تجربه کنن و یاد بگیرن زندگی کردن تنهایی رو. مستقل بودن خیلی قشنگه. خب این در واقع نکاتی که انتقال تجربه از طریق از نظر سن و سال بچه‌ها بود. همه این نکته‌هایی که بچه‌ها گفتن برای بزرگسالا، اونایی هم که میخوان برن آمیز هم برابره، یعنی هیچ فرقی نداره. ساپورت مدرسه که سیستم آموزشی همه یکیه. من یه ذره هم زدم، امیدوارم که درست هم خورده باشیم. 3 تا دونه انتخاب کن. خب نگاه که بکنه فرقی نداره. بفرم. میتونی همون زیران برداری یا نه؟ این یکی یه دونه هست. خب یکی دیگه یه هم بزن خودت. نگاه کن چیزی نداره، اسماری که نمیتونی بخونی. درست، خیلی دوست دارم اسم خودش در بیاد. میگم یکی دیگه. خب
خب دست در نکن، برو بشین دیگه. شانس بوده دیگه. یه دونه هم من خودم انتخاب میکنم، یه دونه هم کوچیک در میارم که از این زیرا باشه. این هم یه دونه اینجا. خب شد 4 تا. نفر اول خانم ندا عباسی. عالی. شما می‌خواستین ثبت نام کنین؟ خیلی عالیه. اگه نمی‌خواین ثبت نام کنین بگین ها، چون می‌خوایم به کسی بدیم که ثبت نام میکنه. تصمیمتون رو باید گرفته باشین. اوکیه؟ عالی. نفر دوم آیلین مرادی. خواهر یاشار. برای کی میخواد ثبت نام کنه؟ برای خوده؟ چند سالته؟ 11. پس هنوز خیلی مونده. آیلین مرادی نفر دوم. نفر سوم محمد مرادی. اصلا این خانواده رو شانسه. نفر آخر مهرداد افراسیابی. مبارکتون باشه. جایزش هم توی پکیجاشون لحاظ میشه. جوابشون همه درست بود. جواب درست چی بود؟ چی بود؟ خب میدونم چی بود. همه گوگل ترنسلیت زدین دیگه ها. سوگن چی میشه؟ جواب بگین. چی؟ یولو پوکی میشه بابا نوئل. یه چیز بگم که خیلی حیف شد نشد. ما امروز یه سورپرایز داشتیم براتون. بابا نوئل قرار بود بیاد تو این مجلس و باهاش عکس بگیریم. بعد قولی کردن، بابا نوئلمون اومد، کاستومش باهاش بود، همه چی بود، ولی کفش نداشت. باید بابا نوئل با شلوار بابا نوئل کتونی آدیداس می اومد تو مجلس که خیلی خیلی خوب نبود و ما کنسلش کردیم متاسفانه. ولی از الان مجلس ما دیگه آزاده و قراره که با هم دیگه گپ بزنیم، سوال بگیم، جواب بدیم. یه رو وقت داریم، عکس میگیریم، بعدم یه عکس دستجمعی و در نهایت بعدش حساب بانکی. یه دست به افتخار خودتون بزنید.